4 چیز رزق انسان را زیاد می کند: خواندن نماز تهجد، زیاد استغفار کردن، صدقه بسیار، ذکر الله را بسیار کردن. 4 چیز در بدن انسان قوت پیدا می کند: خوردن گوشت، بوی کردن خوشبو، بسیار غسل کردن، پوشیدن لباس فختگین. 4 چیز عقل انسان را زیاد می کند: ترک سخنان بیهوده، مسواک کردن، نشستن در مجلس صالحین، نشستن در صحبت علما. این ویدیو را نشر کنید و در ثواب شریک شوید. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. إلهي جعل كتابك لي شفيعا وبلغني به الشأن الرفيع.